سلام. در این ویدیو در خواستن در مورد انبار داده گپ کنیم. در خواستن ببین انبار داده در واقع چیه. من فهم کنیم جلسات قبلی که در واقع چه فهم کنیم بود دیتا مثل مال پرک آمازون دیتابیس ذخیره کنم اون دیتابیس چون ترانزکشن آر دی بی ام آر دی بی ام سه اصطلاحات خیلی سنتل تیبل در واقع دسته‌بندی کنم اینفورمیشن در خواستن ذخیره کنی از اونا ارتباط کنن و استفاده کنن و نام مدل اون چی هم همونا مدل اون چون مال برای آمازون آنلاین ذخیره و تو چه جدا بخوام همون از آر دی بی مثلا یه سری اطلاعات ما گفتم یه سری اطلاعات متناسب و نیازی و تو نو اسکیل ذخیره اونا جدا فرد حالا در مورد جدا گپ کنیم. خب در مورد انبار زده بودیم که گپ کنیم هم دیتا وجود این فرآیند خانه فرآیند ETL چه بریز بخونه یا فرآیند ETL وجود اکسل و فلان در جور باشه اول دیتا اجن استیج بعد دیتا کلینزینگ داریم تمیز داریم بعد به ترانسفر اجن رو انبار داده. در مورد خود محبس انبار داده در واقع دیتا هاست حالا تکنولوژی جدیدتر جدا گپ کنیم و جورک دست من کنم ایسی اینفورمیشن خانی ریتین ارته هرده خب هم که درک ذخیره کنیم به اسم ناوخ مشخص و به یک کار کنیم ونا کل سابنا چیه که مثلا ساختار مشخص در واقع کل ببین ناس کن و حالا گله کتا جواتی کتا جور جواتی که در مورد اونا مفاهیموناجی در واقع گپ کریه که حالا در مورد اون گپ تک در مورد انبار داده اف قچ گپ تک ما در مورد انبار داده بیس انبار داده گپ تک در مورد که ما جلاتر هنی موید صد ادوانس هنی قطعا در مورد انبار داده پرتا لیسا واگرنی بیشتر گپ تک هم فعلا در مورد خود انبار داده کلی گپ تک انبار داده مثل یعنی لکوتون تیبل خانی در واقع ونای ارته انبار داده جسی تیبل خانی اما تیبل اصلا دست بنده مثلا چه یه سری توشتان خاص مثل فکت خب یه سری اسم دایمنشن اسم دایم حالا بجا دایمنشن خب حالا دایم قچک دارن اسم بهتر فرض کنید شاپینگ شاپینگ هم شاپینگ از بکره توشتاک درسته ارتبی کرینه ده دکره خب کی اکره مشتری دکره کاستومر دکره اکی تاریخی اکره در واقع مبلغ چیه پس من سری توشتانا خانی اخوازن اسی کی پی دانه حاضر میگم فروش این سال مثلا کی پی من چیه در خوازن بزین آقا امانت سام امانت فروش every day هر دیتی که دانه فروشه اما بده فقط در نوی ساده و دیتایی بیان لازم خدشیه پس من گره یه سری دیتانا اینتن مثلا دراو مثلا دراو امانت اینتن خب یه سری هم بود اما خواستن گزارش انجام بده میخوای خواستن گزارش خچه انجام بدیم مثلا میگه اوی تاریخا چه مجموع تراکنش چقدره اوی کی مشتری مجموع تراکنش مشتری چقدره و اصلا اولا فکر مکعب همیشه چکی اولا اون قسمت اگر این مکعب ایجان بوده ویده خب مکعب در نظر بگیر قسمت در ایجان بوده ارته فکت هم توش آیدیه بنا دایم ارتفکت آیدی دایمان قرار دادنه تا اشاره بر اساس گزارش انجام ده. اگر پس شو پس ام تشته من نهایی اصلا در خوازن بزن آقا چقدر چه مشتریه حاکا مثلا بهتر چه مشتری چه امانت ارته که دیتا انجام ده و اگر حاکا بنیستم که جدول فرا و تشته قدر من آخر تشته اگر آنالیز بشه که بر اساس بیان بعد آنالیز باید که اصلا کسی این گزارش بگیره سبب خواست آنالیز باید ایجان خواه
و کاستومر که تغییر نکه یعنی کاستومر بیزه هر رکورد تغییر نکده کاستومر کده یا هر ترانزکشن انجام داده هر دکان یا هر ترانزکشن انجام داده نوی که عوض نیه پس و توشتی که تغییر بیزه رکورد به رکورد فکت تغییر نکنه و آغازن اصلا فیلتر انجام بده و اون نورته دایم پس یک از دایمی سای پروژه من پروژه کاستومر بعد بوده دنی اول دیت آخوزن هر دیت چطور دارن دیت تغییر در کردن داده هر ترانزکشنی کردن دیت تغییر داره اما آخوزن ارته دیت فکر ارته دیت فصل خواهد سیزن خواهد نظام توشته گله توشته مختلف اما عشان نکنه اوی کل دیننی اوی انده دو اننی راحت بود بیار ارتباط قرار بگیرد و عشان کنه این وسطی فیلتر انجام بده کاره قشنگتر انجام بده و در آینده اوکی پس با کاستومر ها ورکت در آینده پس ارته بی با کاستومر آیدی جدول دارگنی اوی آیدی بیا قرار دارگنی و جا پای ورک عددیه که قشنگ ورکت ها گوت ما هاتن پی بیان چه کنی گوتن ما الان در خواستن گزارش در واقع تولید کنی خب این گزارشه یه سری فیلتر خواهد و اساس این فیلتره فارم کنی چه دایمیشن خانی خب دایمیشن که گوتن بوده بی مکبمه انا توشته که مثلا هر تو رکورد پر قچک دیجم انا فراتر بگم پر ساده گپ تکن پس آخاتن دایمه فکت کنی ارته فکت همیشه و ارته فکت همیشه فقط آیدی دایمان قرار داره و توشته عددی قرار داره الان مجیبی کارا کنیده و آیدی دایمان واجه توشته عددیه خب پس امورده کلان باید دیتا که ارجیننی بر اساس KPI فکت چه کنی دایمنشن قرار دادن دیتا که مثلا در واقع اوند دیتا ذخیره و فرند دیتا رو بودن دیتا ذخیره اوند استیج که نزدیک از برژن رو توی فکتی خد دایمنشن خد دیتایی که نزدیک می ارژن رو دایمنشن فکتی خد و وی دیتا تجزیه کنی و دیتا تیکی ارژن دیتا خد در واقع تجزیه کنی که دیتا انجام و کلا مبحث کلی انبار داده بود نیست در مورد انبار داده پر قچه گپ نیست که فقط کانسپتی بیجم انبار داده چیه در مورد پترنه بی انواع مختلفی چند انبار داده چیه کنی چجوری انجام داده چیه کنی جدا ویدیو چیه کنی پیام در مورد گپ تا کنی